قطعی داده شد. امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 قاهر رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 برگزار گردید. در جلسه تاکید گردید که طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان 29 اپریل سال 2020 15 حادثه تصدیق شده بیماری سیرویاتی کرونا ویروس کووید 19 از جمله در ولایت سوخت 10 حادثه و در شهر دوشنبه 5 حادثه از نمونه‌های بیولوژی حادثه‌های گمانبر به قید گرفته شده است. با نظر داشت این وضع ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال و پنجشنبه سیرویات نو کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان تصدیق موجودیت بیماری سیرویاتی را رسما اعلان نمود. تاکید کردن به مورد است که شروع از 1 فوریه تا 30 اپریل سال 2020 در قلمرو جمهوری تاجیکستان با مقصد معین و اشکارسازی سیرویات کرونا ویروس 10937 نفر شهروندان داخلی و خارجی به کرانتین فرا گرفته شدند که از این شماره تا امروز 8438 نفر در حالت معتدل و سالم به خانه جواب داده شدند. همزمان عین حال در مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی جمهوری زیاده از 2000 نفر تحت معاینه و نظارت طبیبان قرار دارند. در تاریخ 29 اپریل سال 2020 از مؤسسه‌های طبی 304 نفر جواب داده شده است. با قرار ستاد جمهوریوی پیشگیری از پنجشنبه و انتقال سیرویات کرونا ویروس کووید 19 برای دانشجویان کورس‌های 1، 2 و 3 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان بنابر از خود شدن برنامه‌های تعلیمی از 4 می سال 2020 تعطیل تابستانه اعلان کرده شد. امتحانات تابستانه این دانشجویان از روی ریتینگ‌های یکم و دوم جمع‌بست و بهاگذاری کرده می‌شود. برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان جمع‌بست امتحانات دولتی ختم تا 15 می سال 2020 پیش بینی شده است. ستاد جمهوریوی همچنین بنابر حتمی بودن استفاده نقاب‌های طبی برای اهالی قرار قبول کرد.